بعد فروختن مودم به اسم ماینر رو ماینرهای کم مصرف الان میگه ماینر مونتاژ رو تقلبی نداریم. بیا بهت ثابت کنم که شدیدشو داریم. همونجوری که میبینید اینجا دوتا دستگاه داریم، MC 106 مدل دبل پلاس VH 8.5 و MC تک پلاس 98 ترا. تفاوتاشو میخوام بهتون نشون بدم، زمین تا آسمون، ریز به ریزش رو توی این پست بهتون میگم. اول از همه بریم سراغ پاورهای دستگاه. MC 106 همونجوری که میبینید اینجا لیبل دستگاه هیچ تو رفتگی نره، یه برچسب خورده رو فلز پاور و یه چیز دیگه ای هم هست. فن پاور رو نگاه کنید چجوریه. تک پلاس 98 رو ببینید، پاور همونه P222B. لیبل رو ببینید توی تو رفتگی داریم و اینجا سریال نامبرها همه دونه دونه هک شده. حالا فن رو ببینیم، اصلا طریقه فن و پاور رو ببینید. بعد یه چیز خیلی جالب دیگه ای بود، این تک پلاس اورجینال کمپانیه. این 106 رو ببینید، اصلا پیچاش هم با هم متفاوته، پیچ زدن و اینجا پرت شده یهو. بعد لیبل رو ببینید، زیرش کلا هوا همونجوری که مشاهده میکنید و حتی این ورش اینجا رو ببینید توی آرم واتس ماینر همش هوا. لیبل رو ببینید، MC دبل پلاس VH 8.5. اصلا خط و خش روی کنترل این دستگاه مثلا آکبنده، خط و خش مشابه و اصلا لیبل کج، پرچای کج، حتی لیبلی هم که اینجا برای سریال کنترل بورد زدن هم کج همونجوری که مشاهده میکنید. و حالا MC آکبند کمپانی، این لیبل تمیز صاف مرتب، پرچا مرتب و حتی لیبل کنترل بورد هم تمیز و مرتب درج شده و هیچ هوایی هم زیر برچسب و لیبل نیست. حالا مورد بعدی رو بخوام بهتون بگم، دستگاه مونتاژی یکی از روش‌هایی که خیلی راحت اصلا بدون باز کردن و دست زدن دستگاه میتونید متوجه بشید. یک لیبل پاوره. دومین مسئله رو تشریف برید بهتون بگم، فن جلوی دستگاهمون دلتا خورده شده همونجوری که میبینید. حالا فن پشتی رو ببینید، فن پشتی کیزده، فنا اصلا جفت نیستن. این به خاطر اینکه دستگاه وقتی کنترل بوردش برنامه میخوره دوتا فنو یک جور باشن با دور یک جور بالا نمیاره. شما این دستگاه رو روشن کنی هیچ وقت دورای فنتو یک جور نمیبینی. ولی دستگاه آکبند ببینید اصلا کیزد لیبل رو ببینید، لیبل خود فن رو شما دقت کنید کافیه. کیزد و فن پشتی هم به همون گونه از همون فن کیزد، حتی فنای پاورشون هم با هم متفاوته. و ببینید برای پلم بودن پیچ های پاور این مورد رو داریم، حتی اصلا برچسب های آبی پاور هم حالا ما کندیم که بهتون نشون بدیم. ولی اینو ببینید، اصلا ویپل کجا بود برای واتس ماینر آخه؟ برادر انصاف داشته باش. مورد بعدی، سیم فیدبک کنترل بورد رو ببینید، اصلا وارنیش شده اینجا، اگه دقت کنید اینجا وارنیش شده و چسب های خیلی کثیفش. سیم فن رو ببینید همین جوری کاملا اینجا. حالا با این دستگاه مقایسه کنید، دستگاه آکبند کمپانی، اجازه بدید من اینو بکنم اینجا مقایسه کنید، وارنیش لازم نره. و این هم سیم فن. تفاوت تو جزئیاته دیگه. ماینرهای مونتاژی مثل قبل نیستن بیان اینجا براتون بزنن THI که مونتاژ تایلندشون بده، نه، چون هیچ جای دنیا خریدار نداشتن و الان با قیمت‌ها خیلی پایین‌تر وارد میشن و تقدیمتون میشن. و دستگاه‌های مونتاژی و دستگاه‌هایی که اساساً تازه 2-3 ماه بعد خرید که افت تراش پیدا کردن، صفحه استاتوستون پر شد از ارور، متوجه میشید که چی خریدید. لطفاً برای سرمایه‌تون و خودتون احترام قائل باشید. هر سوالی راجع به دستگاه‌ها داشتی توی کامنت‌ها از ما بپرس، همشو پاسخگوتون هستیم. مستر ماینر مرجع خرید و فروش دستگاه‌های آکبند اصلی و ضمانتدار خود کمپانیه.